شب 5 فوریه در مسابقات توپ دوگ اف سی اوید به مشجنگ بی دستپوشک در شهر قزان پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه ورزشگر تاجیک انیش چلایف معروف با لقب اخوتنیک رقیبش از روسیه اسکندر زیایف را شکست داد و عنوان قهرمانی را به دست آورد. همین طور باز یک ورزشگر تاجیک شریف شریپوف معروف با لقب بوسمچی در چمپیونات توپ دوگ اف سی 12 به رقیبش از روسیه متوی تکیجیف غالب آمد. انیش چلایف به این ترتیب اولین تاجیک است که عنوان چمپیونی را در ورزش مشجنگ بی دستپوشک به دست آورد. او در جریان رقابت با وجود اون که هنوز در اول بازی دو خولش را خط زدند و سپس بالای قوشش درید و خونشار شد، به قوه آزمایی ادامه داد و با برتری با یک امتیاز برنده و چمپیون نو اعلان شد. اسکندر زیایف که طوری از معرفیش برمی‌آید تا رقابت با این بچه تاجیک بیش از 500 پیروزی در جیب داشته است. از شکستش آنچنان به خشم آمد که دستبندش را بریده در بالای میدان پرداخت و قسم خورد که دیگر هیچگاه به میدان نمیبراید. اما انیش چلایف در قزان در شهر پیروزیش گفت شکارچی نمیزند، شکارچی میپراند. انیش چلایف 18 آگوست سال 1997 در ناحیه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان به دنیا آمده در روسیه به وی رسیده است. او از سن خردی تحت سرپرستی پدرش اولفچو چلایف و استاد ورزش SSR یوری کریلین به مشق بوکس شروع کرده. الکی در سن 18 معیار استاد ورزش روسیه را در رشته بوکس اجرا کرد. او در یکچند مسابقه بین المللی پیروزی به دست آورده است. نزدیکانش میگویند که انیس از داوران بی‌وجدان و بی‌عدالت جبر زیاد کشیده است، ولی پدرش اولفچو شمسوویچ همیشه با این بیت نصیحتش میکرد که از ناامیدی ها بس امید است، پایان شب سیاه سفید است. با آنکه انیس در روسیه به وی رسیده است و تاجیکستان را تقریبا ندیده است، ولی در محیط خانواده او را در رویه ملی و تاجیک پرستی تربیت کردند. یک عباره او ورد زبانهای مخلصان است که گفته بود من در آینه فقط تاجیک را میبینم.